اومینا یک زن مهاجر از تاجیکستان که در شهر کلچوگن ولایت ولادیمیر روسیه کار و زندگی میکند به پایگاه خبری بامداد در تماس شد و از رفتار برخی هموطنانش در این شهر شکایت کرد. اومینا نقل کرد که هفته گذشته روز 21 دکامبر در بیمارستان مرکزی شهر کلچوگن شاهد مناقشه یک زن تاجیک با یک مرد روس برای نوبت شد. پیش طبیب طبق قاعده یک کس با طلاق می درآمد و یک کس از آنهایی که طلاق ندارند. نوبت این زن که یگان 36 سال داشت ساعت 15:45 رسید. او یگان 20 دقیقه پیش دکتر ایستاد و وقتی که از آنجا برآمد یک مرد روس که او هم برای درآمدن به پیش این دکتر نوبت می‌پوید به این زن بیچاره چسبید که گویا خیلی زیاد در پیش دکتر ایستاده وقت دیگران را هم گرفته است. مرد روس که سالخورده و ظاهرا نفقه‌خوار بود با همان گپ مشهور پناهی خلی و از قبیل اینکه شما مهاجران همه از خود رفتین نقل میکند اومینا. زن تاجیک تو خیلی به گپ‌های آن مرد توقیت کرد و تنها همین قدر گفت است که من نوبت کسی را نگرفتم، ششتم تا رسیدن نوبتم بعد در آمدم. وقتی آن مرد از حد گذرانید این دفعه گفتش که ما تاجیکان حالا به مردم شما در وطنمان جای دادیم، کسی رو پیش نمی کنیم کو. ولی آن مرد همچنان داد و وای میکرد و زن تاجیک بالاخره طاقتش تاق و کاسه صبرش لبریز شد و گفت رود زکراش تاریک از یول. مرد روس از این چنان به شور آمد که از گریبان آن زن تاجیک گرفت و پرسید که چی گفتی؟ زن که الکی رفته ایستاده بود و در نزد زینپایه و قرار داشت گفت که دویلی یعنی به این حالت رسانده. مرد روس بازم بیشتر به قهر آمده آن زن را چنان تله داد که قریب از زینپایه ها به پایان بیفتد. داد و وای آنها را شنیده طبیبان از حجره‌های خود برآمدند و از زن تاجیک طلب کردند که برآمده رود. عجیب آن بود که بنا به نقل اومینا در نوبت دکتر 4 مرد تاجیک نیز نشسته بودند که بین خود به تاجیکی صحبت میکردند. یگان نفر از این مردها به حمایت از آن زن تاجیک برنخیست، حتی در بین هم ندرآمدند که آنها را خلاص کنند. اومینا میگوید که او به خواری و زوری آن زن دیگر طاقت نکرد و به پلیس زنگ زد. کارمندان پلیس آمدند ولی آن 4 مرد تاجیک به افسران پلیس به ضد زن تاجیک بیانیه دادند، از آن مرد روس طرفداری کردند. این مردهای تاجیک باز من آن زن را طعنه کردند. آن زن را برای آنکه به عقیده آنها بی اساس با آن مرد روس 7 کرد، مرا برای آنکه به پلیس خبر دادم و گویا به عقیده آنها تاجیک‌ها را شرمنده کردند. کار به جای رسید که افسران پلیس به ما باور نکردند و یک دلیل اساسیشان هم نیز همین بود که میگفتند بینید حتی هموطنان خودتان به ضد شما بیان دادند. نقل میکند اومینا. او میپرسد که چرا مردان تاجیک اینقدر بی‌غیرت شدند. آن خود به جای از یک زن هموطن خود پشتیبانی کردند او را زیر باران طعنه و ملامت قرار دهید و حتی به ضد او به پلیس بیان دهید. کی به زن تاجیک شد؟ غیرت مردم ما کجا شد؟ اومینا همین طور از هموطنان خود را فریب دادن و به قول معروف کدت کردن مردان و زنان تاجیک صحبت کرده و از جمله از یک جوانزن از حصار قصه کرد که با صد امید به روسیه به مردکاری آمده است ولی میانرفت‌های بی انصاف با وعده یافتن جای کار پولش را گرفتند و غیب زدند. نقل میکند اومینا و میگوید خودش در کلچوگن جای کار خوب و خانه و در دارد ولی دلش به هموطنان بی‌حقوقش سخت میسوزد.